گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله ددبویف مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و شرف الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله ددبویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشور دیگر بردن گمانبر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت. طبق سازشنامه‌ای که رزولوسیای سازمان ملل متحد تحت رقم 45 دروب 116 که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 تاجیکستان حق ندارد که شهروندی کشوری که همون کره ورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است. از روی معلومات من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که آن را به ترکیه انتقال دهد، برای آنکه انا همین نظامنامه همون رزولوسیایی که 45 دروب 116 محکوم میکنند. در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است با همون اعتقاد دینی، اعتقاد نژادی و دیگر خصوصیت ها، آن باید به آن دولت اکسترادیسیون کرده نشود. پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی اول باید حبس موقتی کنند مدت 40 روز طبق همون سازشنامه و در دوام 40 روزی حبس موقتی تمام از کانال های علاقه دیپلماتی تمام حجت های همون دولتی که طلب می نماید به چی گناهکار بودن شخص را پیشنهاد نمایند، حجت ها آموخته برآمده شده از جانب دولتی همون اکسترادیسیون کرده می شدگی اون استبداد میکند، همون دولت به می سپارد، باید آموخته شده، حکمی سود برآمده تصدیق کرده شده، بعدا آن همه همین حجت‌های باید ترتیب داده، بعد 40 روز یا مهلت دراز کرده شود یا شخص وقتی که ماده 13 ماده 4 موافقت میکند در یگان وقت سپرده نمیشود. تشکر. یعنی هیچی از این ارزش‌ها رعایت نشد و حالا به سوال دیگر، به نظر شما از تاجیکستان غیر قانونی بردن دو شهروند ترکیه و مخالفین حکومت چه عاقبت و چه پیامد دارد؟ محترم شرف الدین گدایف، مرحمت. ببینید نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت. من فکرهای شرف الدین رو تصدیق میکنم. در حقیقت امام علی رحمان با همین راه امام علی رحمان نیست، اینجا باید هر یک چیز رو نامش که گفت. این سیستم رو اوجه اداره میکنه رستم امام علی، همون سیستمی که پدرش عملی میکرد در حدود روسیه، همون ربودن روشن فکر مثال از کرامت شریف سر کنیم، نپرمیر عزت امان، امرالدین علوتجویف، وزیر بیکوف، دیگه مخالفایی که بدن آزاد فکر و ورزشگرا بود، اونو چهارشنبه بسیار بچه‌ای که از دیگه مناطق بودن همین ربوده شدن، همین سیستم را جاری کردنی هست در حقیقت. محترم گدایف، شما را دادستانی کل چند روز پیش در فرانسه بود و دیروز در اسپانیا بود. در این موضوع خیلی صحبت‌های زیادی داشته است. شما چی میگید محترم ددبویف در رابطه با این مسئله؟ تاجیکستان طبق همین سازشنامه‌ای که من گفتم همه خیلی عمل میکنه و دیگه خیلی ترتیب پیشنهاد کردگی نیست. اینترپول اومدگی او اینترپول این اینستروکسیون اینترپول انا همون قانونی که تمام رزولوسیای سازمان ملل متحد 45 دروب 116 از 14 1990 هست، طبق همین عمل میکنه. برای همین تنها اینها یک ماده همین چیز میگوید که شخص باید در آن دولتی که قرار دارد باید جنایت صادر نکند. وقتی که جنایت صادر کرد، انا همون دولت میتواند که مدت معین تا 6 ماه زندانی کند یا تا 1 سال زندانی کند. بعد حکمش تمام شدن، پیش از تمام شدن 6 ماه پیشتر تاجیکستان که همکار کرد انا خیلی سپور
анахи процедураш ҳам истифода мебаранд. Танҳо аз шахс талаб карда мешавад ки бояд қонунвайронкунӣ, ҳатто кӯча қонунвайронкунӣ ки ғайриқонунӣ, мисол рондани автомошина, ғайриқонунӣ, намедонам кредит истифода бурдан, ғайриқонунӣ. ببینید شما به سوال ما پاسخ ندادید. بله، ما جواب از شما نگرفتیم. یعنی رفت این ملاقات هایی که دادستانی کل انجام داد اکنون چی خطر یا چی پیامد خواهد داشت؟ به این میخواستم چند جمله خیلی کوتاه. برای مخالفا در این دولت ها پیش از همه که قانون انسانیت، حقوق بشر عمل میکند و اون وای میخواهد که گیرد همه را. نو این دولت ها خیلی در این مسئله ها احتیاط کنند. از احتیاط کنند. محترم گدایف، ربودن یک نفری به اصطلاح مخالف با حکومت چه معنا دارد؟ یعنی کشورها با راه قانونی نمیتوانند ببرند یا که استرداد کنند؟ ببینید این تمایل یا آنچه آدم ربایی مینامند از تاجیکستان و کشورهای دیگری که برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید میشوند در آینده افزایش مییابند و چیکار باید کرد تا پیش راه این تمایل گرفته شود، یعنی که از این جلوگیری کرده شود؟ مرحمت عزت الله دادابویف. باید پیش از همه اگر آخر سخن باشد تمام مخالف باید یک جا شد، یک جا شد و یک جای عمل کرد. وقتی که یک جای هست، یگان وقت، یگان دولت، یگان نمیدونم کدام دولتی که نباشد گرفتن همون مخالف ده حتی کسی نباشد جرأت نمیکنه. یک سیتات هست، همون میگن که آزادی به انسانیت به هر یک انسان از جانب خداوند از لحظه تولد با کتاب های مقدس و طبق قانون های حاضره با قانون های بین المللی داده شده. هر گروه، هر حکومت، هر دولت، هر راهبر، هر شاه، هر امپراتور، کسی که بر ضد آزادی انسان مبارزه برده است هرگز غلبه نکرده. این مسئله بسیار یک مسئله است که جامعه شهروندی